الو اوچا بهرام اومد. نه با فکرم خاطر نگفته است. دیده باشد ندیده باشد قواقاش گیروندگی گپ نمیزند. نمیدونم آخر اوچا اگر دیده باشد تمام. با فکرم مرا از خونه پیش میکند. اوچا مایل شوچه جان بعد زنگت میزنم. خیر برای پولهایم اومدم. راه پولهایم رو گفته بیار. خیرت که یکون گپم رو نفهمید. اگر میفهمید با فکرم تمام. برای چی پولها کمم؟ من از کجا میدونم؟ چی خیلی از کجا میدونی؟ در اینجا 2000 سامان بود. 500 سومش کنی؟ من نمیدونم. در این خانه بغیر از تو دیگر کسی نیست. کجا میشود؟ ها تو گفتنی که پولها رو من دزدیدم؟ ها یعنی من دزدم؟ من از خونه خودم دزدی میکنم؟ اگر من گرفته باشم زهری تنم شود، دستام خشک شود. فهمیدی؟ من بغیر از خراجات خانه هر روز به تو چند پولی میدادم؟ 100 سومونی؟ 100 سومونی؟ اگر 100 سومونی داده باشم در 20 روز چند سو بشود؟ 1,500. چی خیلی 1,500؟ 2000 سومان میشود. 500 سومش کنی؟ کنی 500 سومه؟ جمیله قدر استعدادی خوب داری. مثل تو اکتریسه نه در تئاتر نه در کینو. به خدا که استعدادی مادرزادی داری جمیله جان. استا برای چی یک و یک باره به سر پولاش اومد؟ نه تاکی کوسه نیم کوسه. جمیله کله رو کار فرمودن در کار. پو چیکار کنم؟ از کجا پول پیدا کنم؟ ای خدا جان، یگانه کمک کنندم تنها تویی. کمکم کن.
بهرام بهرام جان آخر یک بار خوب فکر کنید شاید خودتون گرفته برای یگان چیز صرف کردید و در خاطرتون نمونده است با خدا بهرام من یگان دیلمش رو نگرفته آخر میدانی که من به اجازه تو یگان پولت رو نمیگیرم این روز صاحب خانه آمده بود تو پگاه خانه را خالی کنید گفت یگان خانه اجاره یافته من نمیدونم از پشت کارم شوم از پشت خانه شوم یا مادرم رو تبابت کنم چی کار کردنم رو نمیدونم دو پول لعنتی رو پنهان کردم که در یک روزی پستی استفاده برم همون هم نیمش نیست نمیدونم با کجا صرف کردی گوش کن بهرام من باز تکرار میکنم من یگان دیرمت رو نگرفتم و تو حق نداری مرا تهمت کنی آخر همون پول لعنتی رو برای یک روزی پستی پنهان کردم اکنون مادرم بابا چی تبابت کنم با کجا؟ آخر بهرام جان من خانه رو چیکار کنم؟ صاحب خانه گفت که تو پگاه خانه رو خالی کنید آزیر برای من سلامتی مادرم ضرور است میفهمی؟ سلامتی مادرم چی؟ ما دیگر ضرور برای تو نیستیم آخر میدونم مادر است با من چیکار کنم؟ آخر فکر ما رو هم کردن در کار چیکار میکنی کردن گیر بهرام الو اوچا جان داشتا برشته رو چه استفاده برم ها نه بر اومده رفت نه خیرت که خالته رو نکفته سوچه برای همون دو پولی وای اومد یا دو سومی جوگایی داشتگاه همانو را گرفته رفت من کجا میدونم اوچه پرسیدم هیچی نگفت با فکرم برای همون جلوجین اوچهش دارو خوری رفت چی بابا ها در بیمارخانه خوب است ها با فکرم مورد است چی بابا ای خدا جان تیز مراد خلاص شوم ما ندین گپورا اوچه جان اوچه یک بود دیگر فهمونید آها خیر فهمو اوچه جان باید در اوچه مشکل کشوام صدقه شوم اوچه جانه که من دوستتون میدارم اوچه مایلش اوچه جان چیزی که نفهمیدم با زنگتون میزنم خوب اوچه فقط تلفنتون بردارید مایلش اوچه جان خیر
سلام جمشید جان، خیلی خوب هستی؟ شکر میشه. شکر. جمشید جان، یک کمتر مشکلی دارم، 1-2 هزار سامان در کار. نه چه که یک ماه کمتر کمک کن جورا جان. نداری؟ نه مالش نه هیچ گپ ندارد. چی جوی عیب است؟ نه جوی خفگی ندارد مالش. خب سلام علیشه جان. خیلی خوب، سلامتی خوب. زنگ زدم نبرداشتی. وقت نداشتم پیشم دادم بعد ندیدم گفتم زنگ زدم که خدمت تینجی به تینجی روسیه 1-2 هزار سامان یک ماه قرض در کار شده است. اونجا وقت تمامی سودا خودش سیستم سمی سودا بار واردسیم کم توجه اقلا 1000 سامان دادن نمیتونم. نمیتونم وقت بخفگی توی نه هیچ جوی خفگی ندارم. منش ماش زنگ زده ایست. نه سلام سربان جون، خوب هستی؟ نه تینجی اگر وقت می داشتید از نزدیک می دیدم یک صحبت می کردیم. در کجا؟ فهمو باز این می رویم معلش. سلام سلام هیچ گم نیست سلمان جان. سلمان جان کار خوب، پدر و مادر همه خوب، خدا خوب باشند. راستی ما از دست آنها نان و نمک زیاد خوردیم. راستی گفت سلمان جان با اون خاطر به نظرت آمدم که 1-2 هزار سامانی در کار شده است قرض. اگر امکانیتت می بود قرض 1-2 هزار می دادی. بهرام جان راستی گفت من قطر پول ندارم. اگر می داشتم قرض برایت هم تو می دادم. حاضر تجارت هم اقا خوبم نیست. 1-2 سوم کار میکنیم برای خانه و روزگار. باز میدونی که همه چیز گرون شدگی. میفهمم سلمان، همش رو میفهمم. خب من وقتم کمتر، باید خودی همین روز پول یابم. وقتم کم بخشش. خب مالش سلمان جان.
рӯз чӣ рӯз буд ки ҳама пул мепурсад. Мегуфта бошӣ ман ягон банк дошта бошам. Дар урфият нагуфтанд ки ба даст медиҳӣ, ба по медавӣ. من دیگر با این زن زندگی نمیکنم موچه. این طور نگوی بچه. فکری فرزندانت را کن. آینده اونها چی میشودن؟ نتیجه تشخیص مادرش بیماری کم است. 1260 تومان میشه. این گفت صاحب خانه آمده بود. تو پگاه خونه را خالی کنی گفت. سلام علیم جون. خوب هستی؟ شکر میشه. یک چی پرسم؟ یک خانه خالی داشتی که همون حالی هم هست؟ نه درستی که ما رو از اجاره همون خیزانده استودن تو پگاه مهلت دادن. ها اگر امکانیت می بود در همون خانه ما رو موقتا جا میکردی؟ رحمت کلام مادر هزار رحمت. خدا رو شکر. چیز چورات رو جمع کن. از اینجا می رویم. با کجا؟ با جای دیگر. خونه دیگر یافتم. من با صاحب خونه زنگ زده گفتم که یک دو روز مهلت ده. اون کس گفت که خانه رو فورا خالی کنید. برای همین من دیگر خونه یافتم و با اونجا می رویم. آخر اینقدر چیز رو چخیل میبریم؟ حداقل یک ماشین بیار. ما در این خانه چی داریم؟ بغیر از سر و لباس. راه در خلطه ها گیر. می رویم. حاضر من با صاحب خونه زنگ میزنم. اومده خانهش رو قبول کند. وای خونه میافتگی در کجاست؟ هیچ نکی برسه. این راه گرد کمی دیگر من میرسیم موزی. آخر همینه نمیشد که با ماشین میرفتیم. پوچه های کار موند. چی روزی سیاه هسته؟ نه خود یک زنی روزدار رو همین خیلی پیاده در کوچه گردانیده نمیشد. دهانم نکو. دهانم نکو. همه انا همین از پشتی بفهمیت. از پشتی به اندیشگیت. ایها من چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ کنی گپ زن؟ برای که مال خودم را صاحب شدم مرا گناهکار حساب میکنی. تو رو حیاتت دروغ است فهمیدی؟ حیاتت دروغ است. تو یک بازینگری مکاری. من چی بازینگری کردم؟ کنی گپ زن؟ چی بازینگری کردم؟ آیا نکشوداری در خانه برای مادر جانم و نمازخانی ساختکارانت بازی نبود؟ نه بازی نبود. نماز را با کرته پیش بر محکم و آستین دراز میخوانند و در وقتش میخوانند.
من نفهمیدم تو اون من چی مقصد داری؟ چی میخواهی؟ ای چی میخواهی؟ چی خیلی نماز میخونی که یگان قاعده نماز رو رعایت نمیکنی؟ شما چی رعایت میکنید مگر؟ زنی روزدار رو در کوچه گوشنه و تشنه گردانده باز گپ میزنید. توبه بیزور و کوچه کنده خندیده است. آخر من مانده شدم، دیگر راه گشته نمیتوانم. مردم ای گوش نگیره. اقلا یگون چیز بیار من بخورم. من دیگر که جا نمیرم. من مانده شدم. چی روزی سیاه بود؟ نخواهد مرده که پاکلون یک ماشین یافته نتواند. وزیر ویست من میام. ماگیر خور روزدار من نونی خوک نمیخورم. نخواه آدمی روزدار آب و نانی خوک کن. در مغازه بغیر از نان و آب دیگر یگان چیز نبود. شکر گفته همینش رو خور. این مقدار پولی که من در جیبم دارم حتی به داروهای مادرم نمیرسه. ها ایکنون کنم گفتم مرا هم کسلی کردنی چی؟ شکر گفته خور بسیار در عصبهایم نرس. ها تنها شما عصب دارید. دیگرها عصب ندارن. بسیار گم نزن. رفتیم. راگا اون راه گر راگا چقدر راه دیگر مانده است؟ راه گردن رسیدیم. انا چی بیناست؟ چی بیناست؟ اینجا خوابگاه است. در اینجا آدمان زندگی میکنن. من هم آدمم لیکن در اینجا زندگی نمیکنم. تو چی شاخ و دوم زیادی داری؟ یا رفتیم در اینجا موقتا زندگی میکنیم. من گفتم و باز تکرار میکنم من قدمم رو به اینجا نمیگذارم. رفتیم گفتم این قدر من بازی نکن. پیش درو من مادرم رو در بیمارخانه تنها گذاشته اومدم. باید داروهایش رو خریده برم. تو باشی ناز و بازار کرده استودایی. هیچ گپ نه. مادر در بیمارخانه جوش گرم کرد. دکترها نگاه بینش میکنن. ای وای بر حال من که در کوچه سرسام و سرگردان کجا رفتم من نمیدونم. بسیار نجک تو چی در نزد مردم را شرمنده کردنی؟ بسیار نجک پیش درو بسکن. من گفتم و باز تکرار میکنم که قدمم را به اینجا نمیگذارم. رو یگاه خونه حلال یا بالا است. الو نه بچه جان این شما؟ بچه جان بخشش که دیر کردم. نه کمتر در جای کارم یک مشکلی شده است. ها بچه جان همونه برطرف کنم میایم. بچه جان نه رفتم کلینتون خوراکی گرم پخته بود. گفت گرفته برم راستی گفت از پشت همین کارهای لعنتی هم بوده نتوانستم. نه بچه جان شما تشویش نکشید. بچه جان من همین کارم یک طرفه کنم و رسیده میایم. مالش بچه جان مالش خواه. مادرم خواطر شده است. بیا یک بار همین خانه رو از نزدیک ببینیم یکی معقول می شود. بیرون چگونه درون نمونه. من نمیروم و رفتنی هم نیستم. اگر بسیار معقولت باشد رفت یگان نازنین را گرفته بیار زندگی کردن گیر. من میروم. ایستا با کجا؟ ایستا تو که خانه حلال نیابی مجبورم که خودم رفته کوبم. ایستا گفتم از دستی تو به همه بلا گرفتار میشم. تو
ҳаётамро барбод додӣ. تو چی حیات مرا برباد ندادی؟ همه همین بدبختی ها رو با سرم آوردی و باز مرا گناهگار میکنی. همین تو نبودی؟ از پسم کنه بری چسبیدی و عاشقم گفته بیزارم میکردی. راست میگویی. عاشق کور است. غیر از حسن و جمال دیگر پهلوهای آدم را نمیبیند. از همین است که اکثری عاشقان سرسان و سرگردانند. آن عشقی که من پرورش میکردم با سرمای سرد مناسبت در کنج دلم یخ بست. چی گویم که نگفتنم بهتر است. تو در همین جاییست. حاضر من میگویم در همین جاییست. الو سلام علیکم برادر جون وقتتون باشد یک از نزدیک صحبت میکردیم. نه این گپی تلفنی نیست. باید از نزدیک صحبت کنیم. خب مایلش حاضر میایم. خیر ببینم جک برادر انتظار میشوله 5 دقیقه پس میام. مایل خیر بعد زنگ میزنم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی برادر تینجستی؟ کن یکی بهرام گپ زن. تینجی باشد گفتی از نزدیک گپ زدم در کار. میدونید چی ما کمی سروسیمگی کردیم. ما باید خانه رو پگاه آزاد میکردیم لیکن کمی سروسیمگی کرده بر وقتتر برآمدیم. حاضر در کوچه ماندیم. جای خواب نداریم. اگر علاجش باشد تا پگاه ما رو در خانه اتون جا میکردید. او تو دغدغه کده گفتی که بیا خانه رو قبول کن ما خانه نو یافتیم. چی شد خانه یافته که بیانگه معقول نشد چی؟ معقول شده راهش کمی دورتر بوده است. برای همین گفتیم که تا پگاه شب رو روز کنیم. نه نمیشود. من خانه رو در فروش ماندم و زیر یک نفر باید بیاید برای خریدن. برادر جان آخر خانه خر یک باره شب و شب نمیاید که. خیلی مالش اگر آید هم ما در بیرون منتظر میشیم رفته خانه رو بیند بعد ما میدرویم. التماس برادر نگوید. بسیار مشکلی دارم برادر جان. آخر این چه خیلی میشود در نیمه شب من از کجا خانه میابم؟ برادر در این سال و زمان همه مشکلی دارد. همه یگان انسان به مشکلی نمی شود. برای همین بیان نه وقتی من رو گیر نه وقتی خودت رو رفته یگان خانه دیگر کو. برادر جان التماس خواهش میکنم نگوید. آخر زنم در کوچه مانده است. من نمیدونم چیکار کنم. نه گفتم کن نمی شود. رو سری من رو بسیار گرنگ نکن. برادر التماس نه خود تو نفهمیل برادر جان.